من سلام فاسکر دوسنت کاتدرای فیلولوژی عربی فاکولته زبان آسیا و آمریکای دانشگاه ملی تاجیکستان می‌باشم و درسی که ما امروز می‌گذاریم از فن مورفولوژی است و موضوع ما فعل در زبان عربی میباشد. الفعل في اللغة العربية، یعنی که فعل در زبان عربی. و پیش از آن که ما راجع به فعل در زبان عربی سخن گوییم، پیش از این من می‌خواستم بفهمم که شما می‌دانید که فعل چیست؟ فعل چیست در زبان عربی؟ یا عموما فعل چیست؟ ما فعل گفته چی رو می‌گوییم؟ فعل با زبان عربی دانشمندان تعریف دادن الفعل هو ما يدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. یعنی فعل معنای مستقل دلالت می‌کند و زمان جزئی از آن می‌باشد. مانندی؟ مانندی کتب نوشت، یکتب در زمان حاضر می‌نویسد یا سیکتب خواهد نویست، یعنی متغیر. بله، احسنت. و چنانه که شاگرد گفتم فعل در زبان عربی چی بوده است؟ الفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم و الزمن جزء منه. فعل همین کلمه بوده است که معنای مستقل داشته است و زمان جزئی از همون فعل است، یعنی فعل به زمان وجود نداشته است. و امروز ما درباره قسمت‌های فعل درس می‌گذاریم و فعل‌ها در زبان عربی به دو گروه تقسیم می‌شوند: فعل‌های صحیح و فعل‌های معتل. و فعل صحیح گفتم ما کدام فعل رو می‌گوییم؟ فعلی که از حرف‌های علت عاری باشد، یعنی حرف علت نداشته باشد، همون فعل صحیح نامیده می شود. و حرف‌های علت کدام حرف‌ها می باشند در زبان عربی؟ شما؟ حرف‌های علت در زبان عربی سه تا باشند: واو، الف، یا. بله. همین سه حرف نداشته باشد در حرف‌های ریشه‌گیش، اون فعل ما فعل صحیح میگوییم در زبان عربی. مانندی فرض کردیم کتب یا که سأل یا که فعل مر. این سه فعلی که ما نمونه فعل رو نوشتیم، اینا هم فعل‌هایی هستند که حرف علت در حرف‌های ریشه‌گی همین فعل‌ها وجود ندارد. به همون خاطر این فعل‌ها رو ما فعل‌های صحیح میگوییم. و فعل‌های صحیح در زبان عربی به سه گروه تقسیم می‌شوند. فعل صحیح از زبانشناسای عرب به سه گروه تقسیم کردند. و گروه یکم فعل‌های صحیح فعل‌های سالم میباشند. و فعل سالم گفته در زبان عربی ما فعل رو میگوییم که در ریشه همون فعل یکم که حرفای علت نباشد، دوم که حرف همزه نباشد و سوم یعنی تضعیف نباشد، یعنی که شدتناک نباشد، همون فعل تشدید نداشته باشد. مانند فعل جلسه. همین جلسه در نوبت خود فعل صحیح است و در داخل فعل صحیح این فعل سالم است. سالم به اون معنی که از حرفای علت، از همزه و از شدتناکی، از تضعیف خالی است. ولی همین این فعل سالم است. یگان نقص و یگان کمبودی در این فعل دیده نمی شود. و ریشه این فعل سه حرفه است: جلسه به وزن فعل. تمام حرفای این فعل، حرفای اصلی خیلی همین فعل که سه حرفه است،
از همزه و از تضعیف و از حرفهای علت خالی است. همین یکم گروه فعلهای صحیح که گفتیم به 3 قسم تقسیم میشن، فعلهای سالم هم. که نمونه ایران فعلی جلسه یا که کتب، ذهب، فهم، همین فعلها می باشند. و قسمت دومی فعلهای صحیح فعلی محموز است. فعلی محموز و فعل محموز همون فعل رو در زبان عربی میگویند که یکی از حرفهای ریشگی همون فعل چی باشد؟ همزه باشد. و حرفهای اصلی گفته یا حرفهای ریشگی ما چی رو در نظر داریم؟ در برابر فا، عین، لام. ریشه فعل 3 حرفه که فا و عین و لام است، یعنی فعله که گفته بودیم در درس گذشته که ترازوی زبان عربی که میزان میگویند آن را به زبان عربی همون فعل فعله است یا که فا و عین و لام که گفتیم حرف یکی همون فعل فاء الفعل میگویند، حرف دوم را عین الفعل و حرف سوم را لام الفعل میگویند. یا که ما در ترکی گفتیم که حرف یکمی ریشگی، دومی ریشگی، سومی ریشگی. فرض کردیم اگر ما فعل جلسه رو گیریم میگیم که حرف جیم حرف یکمی ریشگی فعل جلسه است، یعنی که فاء الفعل همین جیم است و لام حرف دومی ریشگی همون فعل است و حرف سین حرف سومی ریشگی است. برای همین وقتی ما میگیم که حرف دومی ریشگی یا حرف یکمی ریشگی، البته شما باید درک کنید که ما کدام حرفی فعل را در نظر داریم. و گفتیم که فعل‌ها قسمت دوم فعل‌های صحیح فعل‌های محموز میباشند و فعل محموز همان فعل میباشد در زبان عربی که یکی از حرف‌های ریشگی آن همزه باشد. یکی از حرف‌های ریشگی فعل همزه باشد. مانندی اکلا، اکلا، یا اینکه سأل، یا اینکه قرأ. همین فعل‌ها را ما فعل‌های محموز میگوییم در زبان عربی، یعنی فعل‌هایی که دارای همزه میباشند. و اگر دقت داده باشید ما 3 مثال در اینجا ذکر کرده با اون خاطر که فعل‌های محموز ما در نوبت خود به 3 گروه تقسیم میشوند. یکم محموز الفا، گفته بودیم که فای فعل، فا الفعل نمیده، فا حرف یکم فا الفعل میگوید، یعنی محموز الفا یعنی که فعلی که حرف یکمی ریشگی آن یعنی فای فعل همزه باشد. مانندی اکلا، این اکلا این همزه با وزن فعلا اگر دقت در برابر چی است؟ در برابر فا است. وقتی که در برابر فا آمد حرف همزه همون فعل رو ما محموز الفا میگوییم که نه فعل اکلا. و فعل دیگر ما گفتیم سألا، سألا نیست فعل محموز است و در حرف در برابر عین فعل یعنی حرف دومی ریشگی همزه واقع شده است. برای همین ما فعل سأله را محموز العین میگوییم. محموز العین برای چی؟ برای که همین همزه در برابر عین آمده است. برای همین سأله محموز العین است. و قسمت سوم فعل‌های محموز فعل قرأ. قرأ نیست فعل محموز است، برای همزه دارد و همزه فعل را اگر دقت داده باشه در برابر حرفی لام واقع شدگی است. برای همین این فعل را ما در زبان عربی محموز اللام میگوییم. محموز اللام. خب همین فعل ها را، همین 3 قسمت فعل ها را ما فعل های محموز میگوییم و این چونین در برابر این فعل های محموز گفتیم که مشکلات این فعل ها اگر چنده که همزه داشته باشند فعل های صحیح و گروه فعل های صحیح داخل می شوند
و اونقدر مشکلات زیاد در زبان عربی در وی ندارن. یعنی در وقتی اعلام کردن و ابداع کردن و یا اونقدر با تغییرات جدی دچار نمیشوند. به خاطر که فعل‌های صحیح هستند. و قسمت سوم فعل‌هایی که گفتیم که به گروه فعل‌های صحیح داخل میشن، فعل‌های مضاعف میباشند در زبان عربی. فعل‌های مضاعف. یعنی مضاعف گفتم ما چی رو در نظر داریم؟ یعنی که وقتی که فعل مثال در زبان تاجیکی اگر ما مثال بیاره وقتی با تاجیکی می‌نویسیم ار یا که بر دو حرفی ر یا دو حرفی د می‌نویسیم. یکی در زبان عربی این چنین نیست. وقتی دو حرف همجنس یک فعل بیاید اینا به یکدیگر ادغام میشوند در حالت مناسب و یک حرف نوشته میشود و در بالای اون اما علامتی که اون ما تشدید میگوییم اما علامت در بالای حرف گذاشته میشود. که مانند مثال اگر ما فعل اون را مثال بیاریم دل فرض کردیم. دل در اصل چی است؟ وقتی که به وزن فعل باشد گفتیم که فعل‌ها در زبان عربی کمترین فعل 3 حرف است، فعل‌های ساده. برای همین دل در اصل چی است؟ دل است که در حرف لام یک فعل وقتی که آمده است ما این حرف‌ها رو به یکدیگر یعنی شرط ادغام با وجود آوردیم و این فعل‌ها رو به یکدیگر ادغام کردیم شد دل. برای آسان شدن تلفظ ما دلله نگفتیم حرکت لام اول حذف کرده شد دل. و همینجا شرط ادغام با وجود آمد. شرط ادغام همین است که دو حرف یک خیره بیاید، حرف اول ساکن باشد و حرف دوم حرکت دارد. یعنی در همین حالت شرط ادغام با وجود میآید. حرف‌های یک خیره را ما به یکدیگر ادغام میکنیم. ادغام میکنیم میشود دل. فهمیده؟ الان قسمت سوم فعل‌های صحیح فعل‌های مضاعف بودند. مضاعف یعنی که تضعیف شده، تشدید گرفته، مشدد شده. اما فعل‌های مضاعف در زبان عربی به گروه فعل‌های صحیح داخل میشن و قسمت سوم همین فعل‌ها باشن که با راجع به هر یک کدام این فعل‌های محموز و فعل‌های مضاعف میتونیم که درس‌های علاهیده گذشته باشیم. و فعل مضاعف رو اگر وقتی که ما تصریف میکنه شما میدونید که فعل در زبان عربی و در درس‌های گذشته چی موضوع بخشا را ذکر کرده بودیم که فعل خواه زمان گذشته باشد یا زمان حاضره باشد یا زمان آینده در زبان عربی فعل دارای 14 صیغه می باشد. فعل دارای 14 صیغه می باشد و دو صیغه برای شخص یکم که او را ما در زبان عربی المتکلم میگوییم و در زبان تاجیکی او را ما گوینده میگوییم و شخص دوم که او را ما المخاطب میگوییم که دارای 6 صیغه است و در زبان تاجیکی ما این گونه فعل‌ها را صیغه های شنونده میگوییم و 6 صیغه برای شخص سوم که در زبان عربی الغائب میگوییم و در تاجیکی باشد شخص غایب. همین 14 صیغه هر یک فعل خاص زمان گذشته باشد به آینده حاضر آینده دارای 14 صیغه است. اما مشکلات گفتیم که فعل‌های صحیح فعل‌های سالم هیچ گونه مشکلات ندارن. برای همین ما سالم میگیم یعنی به نقصان. فعل‌های محموز و مضاعف باشند هنگام تصریف کردن و صیغه‌ها با کمی تغییرات دچار میشوند. تغییرات فعل‌های محموز
گفتن در همین است که در شکل نوشتن آنها بعضی تغییرات به وجود می آید و فعل‌های مضاعف هم همچنین وقتی تصریف میکنه بعضی حالت میشه که شرط ادغام به وجود آوردن نمیتونه فعلا به همون اصل خود همون فعل تصریف میکنه. این مثال برای مثال ما اگر بگیم فعل مره یا که دله یا که فره رو در زمان گذشته وقتی تصریف میکنه میگیم که مرر تو مرر نه. اگر ما چقدر که ما گفته بودیم در درس‌های گذشته ما میتونیم که فعل زبان عربی رو از شخص سوم شروع کنه یعنی از غایب یا اینکه از متکلم از شخص یکم. که کتاب‌های برخلاف زبان عربی کتاب‌های صرف هم بیشتر کتاب‌ها از شخص سوم شروع میکنن و ما در دانشگاه بیشتر از روی همون شخص یکم و دوم و سوم که میگویه از روی همین شخص یکم و دوم سوم وقتی تصریف میکنه ما از متکلم شروع میکنه. نباشه بیشتر کتاب‌های خود عربی هم کتاب‌هایی که با دیگر زبان‌ها با فارسی و با عربی تصنیف شدن در اون کتاب‌ها بیشتر از شخص سوم تصریف شروع می‌شود برای که همین تغییرات هم بیشتر به همون شخص سوم دیده می‌شود. وقتی که ما از شخص یکم تصریف کردیم فرض کردیم فعل دله رو میگیم یا که مره رو میگیم مرر تو مرر نه مرر تا مرر تو مرر تو مرر تی مرر تو مرر تو نه. همین صیغه‌های را ذکر کردیم یا یگان تغییرات ندارن در تصریفشون. انا گفتن تغییرات از شخص سوم شروع می‌شود که میگه مره مره مرو مرت مرتا مرر نه. مرر هم که جمع زنانه است و تغییرات دچار نمی‌شود. اینا نگاه کنه مرر مرر تو یگان تغییرات ندارد. میتونم بگم که دخل تو. اینا نه فعل صحیح چقدر فعل صحیح سالم است همچنین تصریف شده است. مررت دخلت فعلت. نه که فقط گفتیم که تغییرات در شخص سوم به نظر میرسد که ما میگیم که مره مره. وقتی مره گفتیم ملکه دو حرف است. مره حرف دوم دارای تشدید است که وقتی تصریف میکنه میگه که مره. وقتی که از شما پرسن چه شما گفته که فعل زبان عربی کمترینش 3 حرف است یعنی فعل‌های ساده مانند دخل یا جلس یا کتب یا فهم و وقتی که گفته که مره اینجا 2 حرف است و با تشدید دارد. شما میگید که همین مره در اصل چی بوده است؟ مرره بوده است و وزن فعله یعنی خیلی همون فعل 3 حرفه است. مرره که مصدرش چی است؟ مرور به معنی گذشتن مرورون. من همین مرره را میگه برای که 2 حرف همجنس یک خیله پی هم آمادگی هستند برای آسان شدن تلفظ ما گفتیم که حرکت حرف یکم ریشگی را حرف اول یک خیله ریشگی را ما ساکن میکنیم مر میشود. حتی یک دیگر ادغام میکنیم مر میشود که همین خیل مرو که مراش مررو است مروش مررو است مرتش مررت است مرتاش مررت است مررش به همون شکلی اصلیش باقی میماند برای اینکه شرط ادغام در مررنه به وجود آورده نمیشود. و شرط ادغام گفتیم که در زبان عربی چی بوده است؟ حرف یکم یک خیله ساکن باشد و حرف دوم حرکت دار. نه که در صورتی که حرف یکم حرکت دار باشد و حرف دوم ساکن در این حالت شرط ادغام به وجود نمی آید.
اما شرط ادغام رو در این حالت به وجود آورده نمیتونه، یعنی که مرر نه. به همون خاطر مانند دخلنا یا جلسنا یا کتبنا این صیغه به حال خود باقی میماند. فهمیده؟ الان فعل مضارع همین فعل مضاعف هم دارای 14 صیغه است. یمر رو یا که امر رو، امر رو متکلم همین فعل امر رو که همین هم در اصل با چی شده است؟ ادغام شده است که در اصل امرورو است. امرورو امرورو برای اینکه باید به وزن افعلو باشد. امرورو همینجا ما باید که کار کنیم که شرط ادغام به وجود بیاره و همین دو حرف یخیله را به خاطر آسان شدن تلفظ یکدیگر ادغام کنیم. و در کتاب‌های صرف زبان عربی همین خیلی قاعده است که امرورو میگن امرورو میگن در اصلش امرورو بوده است و حرکت حرف یخیله ریشگی رو ما به حرفی ما قبلش میدیم، یعنی به حرف میم که ساکن است می شود امور رو. اینجا شرط ادغام به وجود می آید و شرط ادغام که به وجود آمد ما حرف یکم یخیله ریشگی رو و حرف دویم یخیله ریشگی ادغام میکنیم، می شود امور رو. که به هنگامی که همین فعل امور رو ما در زمان جلوی آینده تصریف میکنیم میگیم که امور رو امورانی امور رو نمور رو امور رو یعنی انا امور رو و نحن نمور رو. وقتی که تصریف میکنیم متکلم امور رو، متکلم تنها و متکلم جمع نمور رو و تمر رو تمران تمرون تمرین تمرانی تمرورنا 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 یمر یمرانی یمرون تمر تمرانی و یمرورنا. یمرورنا همین در فعل زمان حاضر و آینده مضاعف فقط جمع زنانه مخاطب و غایب، مخاطبت و غایبت میگن در زبان عربی، همین دو جمع همین زنانه به تغییر میموند، یعنی که شرط ادغام در اینجا به وجود آوردن نمیتونه و خاطر که حرف یخیله ریشگی حرکت دار است و حرف دویم ساکن، در حالی که شرط ادغام گفتن در صورت به وجود میاد که حرف یکم ساکن باشد و حرف دویم حرکت دار. و همون خاطر در اینجا ما شرط ادغام که به وجود آوردن نمیتونه تمرورنا و یمرورنا به حال خود باقی میمونند. دیگر صیغه هاش میتونیم که ادغام کنیم. فهمیده؟ خب من اکنون با قسمت دیگر فعل مضاعف صیغه دیگرش فعل امر. فعل امر در زبان عربی چگونه ساخته میشد؟ برای ساختن فعل امر سرحال ما با وزن کلمه وزن فعل نظر میاندازیم. اگر فعل به وزن ثلاثی مجرد باشد و حرف دوم ریشگی آن اول یعنی فعل را به فعل مضارع برگردان میکنیم فعل ماضی را و سپس به حرف دوم ریشگی آن نظر میکنیم. حرف ریشگی آن اگر حرکت ضمه گرفته باشد در این حالت ما نیز در اول کلمه الفی مضمومه را میگذاریم و اگر چون نظر کنیم که حرف دوم ریشگی اگر حرف دوم ریشگی فتحه یا اینکه کسره گرفته باشد در این حالت ما نیز الف مکسور را در یعنی که در اول فعل میگذاریم و مانند فعل جلسه در زمان مضارع یک جلسه یجلسو می شود و یجلسو و حرف دومی ریشگی که کسره گرفته است از این رو ما در
فعل امر الف مکسوره رو میگذاریم که اجلس میشود و اگر فعل دیگر کتب یکتب یعنی در زمان مضارع یکتب میشود حرف دومی ریشگی ضمه گرفته است از این خاطر ما در اینجا الف مضمومه رو میگذاریم که اون اکتب میشود اگر نوع دومی فعل و سیوم باشد وابسته به وزنهای آن یعنی آن در فعل امر قرار میگیرد. خب شینه صابر جان نسبتاً فعل امر را بیان کرد نه که در عموم ما قاعده های داشتیم که وقتی هنگام گذشتن موضوع فعل امر بیان کرده بودیم گفته بودیم که فعل امر در زبان عربی با دو راه ساخته میشده است و فعل امر باید ما پیش از همه بدانیم که فعل امر از 6 صیغه مخاطب فعل مضارع ساخته میشده است. یعنی اگر ما فعل کتبه رو گیریم از تکتب تکتبان تکتبون تکتبین تکتبان تکتبن یعنی 6 صیغه فعل مخاطب رو میگیریم و با دو شرط فعل امر رو از این حاصل میکنیم. کاری اولی که میکنیم آخری فعل رو مجزوم میکنیم. فرض کردیم اگر همین فعل تکتبو باشد آخری فعل تکتبو رو ساکن میکنیم و دویم کاری که میکنیم حرف مضارعت رو از همین فعل میبرداریم میگیریم و نظر به حرف اول ریشگی فعل میکنیم. اگر حرکت دار باشد فعل امر به همین پوره میشود. یکی وقتی که نظر میکنیم که حرف اول ریشگی ساکن است و در زبان عربی ما یکم کلمه بر نمیخوریم که با ساکن شروع شود. کلمه در زبان عربی با ساکن شروع نمیشود. به همون خاطر ما مجبور میشویم که در اول فعل همزه بذاریم و این همزه رو در زبان عربی همزه فعل امر رو همزه وصلیه میگویم. همزه وصلیه که ما به خاطر وقتی که همزه میگذاریم چه خیلی که صابر جان گفتن نظر به حرف دویمی ریشگی فعل میکنه. اگر حرف دویمی ریشگی فعل ضمه داشته باشد یعنی محموز عین باشد در اول فعل همزه وصلیه‌ای مضمومه میگذاره که میشود فعل اکتب بنویس اکتب. اگر همون همزه حرف دویمی ریشگی فعل یعنی عین الفعل کسره یا فتحه باشد در اول فعل ما همزه وصلیه‌ای مکسوره میگذاره. مثال ما اگر از تجلیسو فعل امر بسازه تجلیسو حذف میکنیم حرفی مخاطب و آخرش ساکن میکنیم و نظر به حرف دویمی ریشگی میکنیم. وقتی کسره است ما در اول فعل همزه وصلیه‌ای مکسوره میگذاریم اجلیس میشود. یا که فتحه هم باشد اگر مانند تفتحو در اول فعل همزه وصلیه‌ای اینشونی مکسوره میگذاره افتح میشود. و با ما درباره فعل امر برگشته معلومات دادیم به خاطر که طرز ساختن فعل امر فعل‌های مضاعف را خوبتر درک کنه و همون خاطر همون فعل امر فعل‌های مضاعف هم اینچنین از همون 6 صیغه مخاطبی فعل مضارع مضاعف ساخته می شود. مثلا اگر همون فعل مره باشد از تمر و تمرن تمرون تمرین تمرنی تمرور نه از همین 6 صیغه ما فعل امر را می سازیم. و یک چیز باید شما بدانید که با استثناء دیگر فعل ها فعل مضاعف ثلاثی مجرد دو طرزی امر دارند. یک نمود یا واسطه همون تشدید میآید قسمت دیگرش با اصل فعل ساخته می شود. مثلا ما اگر در همین جا فعل امر مره رو از تمور رو بسازه تمور رو حرف
مضارعت را حذف میکنه چی میشود؟ مرو. و شما یک صد نظر داشته باشید که فعل‌های مضاعف وقتی در وقت ساختن فعل امر فعل‌های مضاعف ما هرگز آخر فعل مضاعف را ساکن کرده نمیتونه، برای که این تشدید دارد. برای همین هم که در علم صرف یا مرفعات زبان عربی هم که قاعده هست که ما آخر فعل امر مضاعف را چیکار میکنه؟ فتحه میکنه. زمه فعل مضاعف را در هنگام ساختن فعل امر فتحه میکنه. میشود مر. یا که دل یدل باشد میشود دل. انا همین وقت بعد نظر به حد اول ریشگی میکنه. خیلی پیشتر ذکر کرده وقتی دیدیم که حرف اول ریشگی حرکت دار است ما دیگه نیاز به آوردن همزه وصلیه نداره. به همین فعل امر مضاعف به اتمام میرسد، یعنی میشود مر. و در باقی مانده صیغه های فعل امر مضاعف که تمرن، تمرون، تمرین، تمرنی، در این 4 صیغه دیگر ما حرفی چی را حذف میکنه؟ حرفی نون را از آخر فعل، برای که فعل هایی که حالت جزمی فعل های 5 گانه گفتیم فعل هایی که نون عوض رفع دارند در آخرشان هنگام جزم کردن حرف نون را ما میپرتاییم. برای همین میشود مره، مرو، مری، مره. انا جمع زنونه آن که نون همون فعل جمع زنونه نون عوض رفتی نیست، نون جمع زنونه است، به حال خود باقی میماند. میشود مره، مرو، مره. مرو، مری، مره، امرورنا. جمع زنونه فعل امر به حال خود باقی میماند. مرو، مری، مره، امرورنا. یا که ما فعل اگر دله باشد دلی، ادلولنا. حالا همین شما با میتونه که به اصلی همون فعل بسازه، یعنی که امرور، امرورا، امرورو، امروری، امرورا، امرورنا. میتونه به خود اصلی فعل امر یعنی فعل های مضاعفه بسازه. اکنون وقتی که ما گفتیم که فعل در زبان عربی تقسیم فعل در زبان عربی گفتیم که فعل ها در زبان عربی اصلا به 2 گروه تقسیم میشده بودند، فعل های صحیح و معتل گفتیم. الان فعل های صحیح به 3 گروه زبانشناسان عرب تقسیم کردگی هستند. گفتیم فعل سالم، محمود و مضاعف. این فعل های صحیح هستند. هر یکی آن را مورد دویی فعل زبان عربی فعل های معتل است که این موضوع را ما با درس آینده مورد این موضوع سخن خواهیم گفت و فعل های معتل را چطوری که فعل های صحیح را تقسیم کردیم به گروه ها تقسیم میکنیم و خصوصیت های هر یک قسمت فعل های معتل را ذکر میکنیم. سلام علیکم.